السلام علیکم و رحمت الله. سلام نرمش بیادر جرس. زنده و سلامت باشی. بسیار زیاد تشکر. میشه خود معرفی بکنید؟ اسم محمد مشهور به انس. خب انا صاحب بزرگوار، وظیفه شما چی هست؟ وظیفه ما خدمت به مردم است. خدمت به مردم هست. قطعه یرموک 60 است. بله. خب به منظور چی در این ساحه شما آمدین؟ امروز به خاطر از این چک پوینت انداختیم که برادر اهل تشیع ما آرام مراسم خود اجرا کنه و آرام زندگی. از ساعت چند شما آمدین؟ چند شب میشه؟ چند روز میشه که شما آمدید؟ ما خود دو سه چهار روز خواهد شد که آمدیم. سه چهار روز میشه که آمدید. بله. ساعت 6 صبح آمدیم. قطعه یرموک در مناسبت های خاص میبره، مثلا عید هست، نوروز هست و همچنین داوشورا برآمده. البته که دشمن میخواد که چیز کار نکنه، از خاطر ما بیرون میشه. اسرائیل ما خود ما گرفتیم دبیرمون جای است. خب شما در مسیرهای را چک پوینت انداختین که ناحیه 13 و 18 به دیگر ناحیه وصل میشه. بله. خب یکی گفتین در پل سوخته هست، دیگر در 20 متره است. مختلف جا است. خب مختلف جاها هست. بیاید پیش بریم اما شما کارتان هم بکنین و از محترمانه با چی پرسان میکنین، سوالات می داشته باشین. چی میکنین؟ محترمانه خودی پرسان میکنین که از کجا آمده و کجا میره، چی میکنه، چی نمیکنه. ماشاءالله نیروهای قطعه یرموک بسیار مجهز هست. بله. به خاص دیگه که مجهز نمیشه چطور کنه. قطعه خاص هست. اما نیروهای کموج استاده است ماشاءالله می تمام چیز. چقدر وقت میخواد کار؟ سی رو وقت در وقت میه. سی تمام وقت میشه. بله. بسیار مشکل نیست. چطور کنید بدش. قطعه خاص باید از دیگر زیادتر بالا کنه. مثلا بر ما مقدار عمل کرده که مقدار چه کنه. ما کار کنم بکنم وطنان عزیز ما قطعه ما پل سوخته هستیم، آمدن به منظور تنظیم هستیم. بخیر هستی؟ از کجا آمدی؟ از کرسنگی آمدی. کجا میری؟ برچی؟ برچی میری؟ چی کار میکنی؟ ما کار ساختمانی. کار ساختمانی میکنی؟ چه خدمت کنی برادر؟ سلامتی که چیز میشه. برو بخیر ببخشید. بخیر باشه. دیگه می سوالات ازشون میکنید. موضوع که مجرم باشه چی رقم ده چهرهش ده سوالاش فرق نه چی رقم؟ او مجرم که باشه خودش تا فرق میکنه، رنگش، قوارش. سوال سوال که میکنی خودش بند میشه. فهمیدی؟ دیگه این مجرم حضور خود نشان میده. ادیت ما شما قسمت استفاده شدیم که تصویر هم دارم. قبل از مجاهد مک صحبت بکنم. السلام علیکم. و علیکم السلام. میشه مجاهد. خیر ورور خیرات. شکر الله منازوا. څنګه مجاهد؟ دلته راغلی یاست چک پاین لپاره. ها دا چک پوینټ چی لپاره ده؟ دا د امنیت لپاره راغلی یاست. د څوک امنیت لپاره؟ دا د شګانو ورځې دي، دا ها ورځې شروع دي. دغه د امنیت لپاره راغلی یاست. ها د وزنم لیک درون ده. شیان نه درونه دا د خپل هغه لپاره مجهز راځو. ها تاسو باندې درون نه ده. نه تر اوسه خطر نه دي، شاله مشور سره بلد یاست. ها تاسو تحقیق کړی دی دای تاسو ورسره راحت یاست. او هر څه مکمل ماشاءالله. ها هیوادوالو ته څه وایي چې ته هم دلته یې څه پیغام لري هیوادوالو ته؟ هیوادوالو ته دا پیغام ده چې دوی په خپل ښه ډاډ باندې خپل ژوند وکړي، د خپل ژوند ته ادامه ورکړي. موږ د دوی د خدمت لپاره راوتي یو، دوی له خدمت کې موږ چمتو یاست. او خلک چې